خیلی ممنونم. اما رسید لحظه ای که میتونیم بگیم اوج هیجان خواهد بود. برگه ای که دست من هست آرا رو مشخص کرد، برنده هم اعلام خواهد شد. بله، این صدای تپش قلب ها برای چه میتپد؟ علی آقای دشتی کارش خیلی درست، خوشتیپ هم هست. خب قلب ها برای چه میتپد؟ نیم سکه، تندیس، 10 میلیون تومان خدمات آموزشی کانون سخنوران، تنها بخشی از جوایز نفر اول در دکلمه و سخنرانی خواهد بود. بریم دعوت بکنیم از دوستانی که ما رو یاری خواهند کرد در اهدای جایزه. آقای دکتر زند عزیز، اردشیر منظم نازنین، آقای دکتر حسینیان، آقای مهندس شمس عزیز، آقای مهندس شمس دوست داشتنی که میدرخشن. به به، هرچی انرژی داشتین حالا چند برابرش رو خرج بکنین که میخوایم اعلام بکنیم برنده ها رو. اذیت بکنیم نه؟ ما موسیقی رو میریم ببینیم انرژی ها چطوره. اگه خوب بود سریع بریم سراغ اصل مطلب، هم خودتون راحت میشین هم ما. اما اگه انرژی ها پایین باشه اعلام نخواهد شد تا رضایت دوستان جلب بشه. 3 2 1. میتونه بهتر بشه، میتونه بالاتر بره انرژی ها. بله، خستگی نبینم در سخنوران. خستگی در سخنوران معنا نداره. آقا سخنوران، کانون سخنوران یعنی این که از این حنجره پنجره‌ای به سمت درخشش باز کنید. حالا حنجره ها آماده، همه با هم 3 2 1 جیغ و سوت و هورا. درود بر تک تک شما که با حوصله و عشق برنامه رو همراهی کردید. برم اولین برنده رو اعلام بکنم. بکن. آره جان. بله بله، اعلام بکنیم، اذیت بکنیم یا اعلام بکنیم؟ در بخش دکلمه، چه سکوتی، در بخش دکلمه برنده ما با 50 رای از 192 رای آقای یا خانمه؟ آقای خانم، آقای خانم، یه صدای قلب. آقای خانم، اونایی که میگن آقای دست بزنن، اونایی که میگن خانم بریم دعوت بکنیم از اولین برنده در این برنامه در بخش دکلمه. داریم مردم آزاری میکنیم نه؟ این قسمت من دارم شیطنت میکنم. آقای احمد شاه انوری رو و نیم سکه تندیس همایش که نگاه از صدای تو ایمن می شود. چه قشنگ. آوای ماندگار، تندیس آوای ماندگار، نیم سکه. اینو من پررنگتر باید بگم، الان سکه امروز قیمت گرفتم 30 تومن بود. تبریک عرض میکنم. البته میدونم که این رو دوستان میدونم من شوخی میکنم، ولی به لحاظ معنوی بسیار ارزشمنده این بسته. و 10 میلیون تومان خدمات آموزشی که کانون تقدیمشون خواهد کرد. مبارکتون باشه. خیلی ممنونم. تقدیم میکنیم خدمت شما. این هم خدمت شما. مبارکه. خب
اما خدمت شما عرض کنم، چشمندی اگه بلد بودم الان یه چیز دیگه بهش میدادم، سکه میرفت تو جیبم. در بخش سخنرانی دعوت میکنم از آقای، بذار بریم. به به، اصلا قرمزه، یه رنگ متفاوتیه، فکر کنم خانم ها قرمز بیشتر دوست دارن. خانم یا آقا؟ آقا، خانم، آفرین آفرین. یه دست به افتخار ایشون بزنید. نیم سکه بهار آزادی و یک بسته به علاوه 10 میلیون تومان جایزه کانون سخنوران تقدیم میشه به خانم اکرم رضوانی در بخش سخنرانی. مبارک. بله، تقدیم شما. خیلی ممنونم. علی جان میخوای یه با کلامم بریم دیگه، حسن ختامه. بله، اینم تقدیم به شما. همینا بود دیگه، درسته؟ همینا بود؟ نه، بله خواهش میکنم، مبارکه. خیلی ممنونم. یه نکته هم خدمت دوستان عرض بکنم که همه عزیزانی که منتخب بودن در این مسابقه شرکت کردن از جایزه 5 میلیون تومانی کانون سخنوران بهره مند خواهند شد. هم میتونن خودشون استفاده کنن از این جایزه، یا اینکه دوستان، آشنایان و اقوام رو میتونن به کانون معرفی بکنن و از خدماتش بهره مند بشن. خیلی ممنونم. احمد جان همدلی چشم من امروز هم بسیار خوش درخشید در این مسابقه سخنرانی و دکلمه که واقعا تحسین همه رو برانگیخت و نفر اولم شد. برای ما هم جای افتخار و مباهاته که دوست خوبی داریم از یار بزرگ و مهم افغانستان.